خب کم کم داریم نور رو از دست میدیم. نمیدونم، احتمالا من با سایه‌های خیلی زیادی دارین. کلا هم گذاشتم که دیگه بدتر اصلا نگم براتون، ولی براتون امروز آرایش متفاوت کردم. بهتون گفتم دوباره می‌خواستم یادآوری کنم. این روزا یکی از عزیزترین افراد زندگی من داره به مهاجرت فکر میکنه، خیلی جدی و خیلی جدی هم پیگیرشه، خیلی هم روی تصمیمش وایساده. به خاطر همین ما خیلی داریم راجعش تحقیق میکنیم، خیلی از آدم‌های مختلف میپرسیم و این اتفاق خیلی جالبی که بود و حرفی رو که از چند نفر متخصص شنیدم دلم می‌خواست بیام بهتون بگم. سلام، وقتتون بخیر. من تراوت طیبی ام و شما به مینی پادکست نور نگاه میکنید. یکی از عزیزان من داره به مهاجرت فکر میکنه که تو شرایط خیلی خوبی هم هست توی ایران. وقتی که الان هی آژانس‌های مهاجرتی صحبت میکنه، دیتاهای خیلی جذابی میگیره که همشون واسه یه آدم رد کارپت پهن میکنن که تو بری اونور و همه چی برات گل و بلبل و مدینه فاضل است. ولی یه اتفاق دیگه هم هست که ما داریم سرچ میکنیم از طریق افرادی که داریم اون سمت و متخصصن و تو همین هیته کاریان یا هیتای کاری متفاوت دیتا میگیریم ازشون که شما چجوری رفتید. من چرا نمیتونم درست حرف بزنم؟ وقتی رفتین اونجا چه اتفاقی افتاد تا به اون استیبل برسین؟ یکیشون مثلا همسرش اونجا بود، یکیش مثلا خودش رفت، یکیش خانواده‌اش اونجا بود، چه میدونم، یکیش اصلا هیچ آشنایی نداشته، یکیشون با تحصیل رفته، یکیشون با کار رفته. خیلی مدل‌های متفاوت و همشون یه چیز خیلی جذاب و جالبی میگفتن که اگر شرایط خوبی رو توی ایران داری، شرایطی که نرماله، نه شرایط خیلی تاپ، به نظر من که نیا، تلاشت رو بذار توی مملکت خودت، چون وقتی میای تو هر شرایطی که بیای، بهترین شرایط هم بیای، بین 2 تا 5 سال تو باید اینجا یا کار کنی یا درس بخونی تا بتونی خودتو جا بندازی. بعد از اون و تو اون 2 تا 5 سال خیلی شرایط متفاوت، زبان، فرهنگ، قانون، دوست، آشنا، همه اینها برات مسئله است. تحصیل، کار، همش مسئله است دیگه. پس تو همه اینها رو وقتی توی کشور خودت داری، فکر کن که اومدی اونور، حالا هر کشوری که میخوای بری، و فرصت رو بذار تو این 2 سالی که میخوای توی خاک دیگه تلاش کنی. فکر کن الان تو اون خاکی، فرصت رو بذار تو این 2 سال توی کشور خودت تلاش کن. منظور همشون بود که تطبیق بده شرایطت رو، شرایطی که میخوای بیای رو با کشور خودت و اون تلاش رو بذار تو خاک خودت. ببین به کجا میرسی. توی این 2 سال تو چیزی رو از دست نمیدی. مطمئنم که توی کشور خودمون خیلی بیشتر پیشرفت میکنی. حالا یه سری قوانین رو هم میگفتن از اون کشورهای مختلف، واقعا هم درست بود. ولی اگر اینه که خیلی شرایط برات حاده، خیلی شرایط برات سخته، یه چیزایی خیلی وجود داره که نمیخوای اصلا باهاش روبرو بشی، اوکی تو بیا. ولی اگر صرف اینه که راحت تر پول در بیارم، بیشتر پول در بیارم، راحت تر نمیدونم فلان کن، آزادی فلان داشته باشم، میگه به خاطر اینها تن ندید به این اتفاق، چون بیاید در هر صورت اونجا یک مردم لول 2، توی غریبه‌ای، توی خارجی. و برای من خیلی اتفاق جالبی بود که ما تطبیق بدیم خودمون رو، حالا چه توی مهاجرت که حالا دوستم بود، توی رابطه عاطفیمون تطبیق بدیم، شرایطی که میخوایم برامون ایجاد بشه رو الان ایجاد کنیم، تلاشمون رو بکنیم، شاید به نتیجه درستی برسیم. اگر میخوایم که مثلا جدا بشیم، اگر مسئله حادی نیست، قابل حله، فکر کنیم الان جدا شدیم و به یه شخص جدید تو رابطه‌ایم، چقدر حوصله می‌ذاریم، چقدر هیجان داریم، چقدر با طمأنینه رفتار می‌کنیم، چقدر تلاش می‌کنیم. همون تلاش رو بذاریم الان، شاید جواب بده. توی رابطه کاریمون همون فرص رو بذاریم برای کسب و کار خودمون. اگر میخوایم بریم توی کشور دیگه برای یه فرد دیگه کار کنیم، خودمون رو کلی بکشیم، ثابت کنیم، خب اوکی اون تلاش رو الان انجام بدیم، شاید جواب بده. حتما جواب میده. کسب و کار حتما جواب میده، مخصوصا که اگه کسب و کار خودت هم باشه. توی رابطه دوستیمون ما میخوایم کلی دوست جدید پیدا کنیم، همین دوستی که ازش به خاطر یک مسئله کوچیک ناراحت شدیم رو بیایم باهاش صحبت کنیم، شاید بتونیم حلش کنیم، یه آرامشی بذاریم، یه طمأنینه بذاریم، حرف بزنیم. و همین تطبیق توی سایت‌های مختلف. می‌خوای بری مثلا یه مهارت جدید یاد بگیری، همین مهارت‌هایی که بلدی رو تطبیق بده با اون شرایط جدید، با آرامش بیشتر، بازاریابی بیشتر، مخاطب بیشتر، آموزش بیشتر، وقت بیشتر بذار. 2 سال واسه اون تلاش کن. ببین چه جوری میشه این مهارتت. مطمئنم تو جواب میگیری. اصلا شک ندارم. روی توسعه فردیت میخوای کار کنی، اگه شرایط تغییر کنه من این کارو میکنم، خب الان انجامش بده، شاید جواب بگیری. همه اینها راجبه وقتی این که اتفاق حاد و سخت و بزرگی نباشه، یه سری چیزا قابل تغییره. اگر که خیلی شرایط سخت بد حاده، اوکی اونو که دیگه اصلا تغییرش میدیم. تطبیق بدیم،
شرایطی که دلمون میخواد داشته باشیم با شرایطی که الان توشیم، المان‌هاشو بررسی کنیم، بیایم رو همین شرایط پیاده کنیم. میخوام برم توی کشور دیگه فلان کار رو بکنم تحت این شرایط، بیام همون کارا رو بذارم توی کشور خودم، ببینم نتیجه میده. شاید 2 سال نتیجه بده، شاید هم نده، بعدش اصلا میرم، هر جوری شده میرم. یا نه من سخته، مثلا دلم نمیخواد فارسی حرف بزنم، پس میرم. حالا مثال میزنم، بازم محل وارد. همین راجب کارت، راجب رابطت، راجب توسعه فردی، راجب کسب و کارت، مهارت، همه چی تطبیق بده. دوباره حوصله کن با همه شرایطی که تحت فشار میخوای یک محیط جدید رو تجربه کنی. تو همین محیطی که هستی اون فشار رو بذار، اون فرصت رو بذار، اون تطبیق رو بده. مطمئنم که اتفاقای رقم میخوره که انفجاریه. بوس بهتون. مطمئنم اتفاقای خیلی بزرگی میفته اگر بتونیم شرایط رو تطبیق بدیم و حوصله کنیم و با آرامش بیشتری، با یک انرژی چند برابری بخوایم دوباره شروع کنیم. شب و روزگارتون خوش. سابسکرایب کنین تا آخرین ویدیوها رو ببینین، به دوستاتون معرفی کنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.